با توانایی تنصیحاتی شما با یک برنامه ویژه زندگی به کووید 19 مهمانی خاندانی حرکی شما است. سلام بینندگان عزیز، امیدوارم که همگی تنصیحات و بردم هستید و بینندگان عزیز ما خب تصمیم گرفتیم باز یک موضوع ویژه را در دوره پاندمی موردی خب انتخاب قرار دهیم و به واسطه با مهمان امروزه برنامه معاون سردختر مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ولایت سوخت رستم صابروف بر رشته بررسی کشیم. مهمان برنامه رو شما دید میگویم سپاسی فراوان که خب وقت خود رو جدا کرده با استودیو مرکزی ما به واسطه تشریف آوردید. و عزیزان دل، متاسفانه بعضی از کشورهای همسایه علاقه از اون خب تبلو میزنند که گویا در آنها موج دوم کووید 19 آغاز شده است. این از آن دلالت میدهد که ما هرچی بیشتر احتیاطکار باشیم و نسبت به این مسئله با مسئولتر رفتار نماییم. بینندگان عزیز، بیاید در خب آغاز برنامه با هم یک مروری میکنیم با خب صورت پنجشوی کووید 19 در تمام دنیا و خاصه در تاجیکستان. عزیزان دل، خب جایز به ذکر است که در امروز برنامه ما خب راه‌های بلند برداشتن سیستم ایمنی آدم رو در دوره پاندمی و رشته بررسی میکشیم و نخست من از مهمون برنامه خوش میکردم از استاد پرسیدنی بودم که عموما سیستم ایمنی آدم چی است؟ شاید بعضی ها با این سوال با نظر خنده آور نظر کنند، ولی به هر صورت ما نمیدونیم که پشت اکران های ما چه کسانی نشسته ما رو تماشا میکنند و شاید بعضی از قشرهای جامعه در این بابت معلوماتی کمتر داره. رحمت، سیستم ایمنیته میگه یعنی که مسئولیت آدم این قابلیت محافظتی ارگانیسم آدم با تاثیرهای محیط بیرونه و درونه میگه. اون محیط بیرونه چیست؟ این البته همون میکروارگانیسم ها، یعنی آب و هوا که امروز چیزی همون میدونیم اکولوژی بیرون است. یا که مثلا از داخل میگویم، خودی که از داخل چی میکنند؟ اون حجره هایی که با داخل ارگانیسم وارد میشوند و از داخل بیان میکنند. ایمون سیستم این سیستم ایمونیتی آدم این یک دیوار است بین خطرها و ارگانیسم آدم، اون بین اون خطرهایی که به ارگانیسم آدم دارد و خودی ارگانیسم صحتی آدم، یعنی که یک دیوار است. یعنی سپر دیوار میشه، سپری انسان، سپری ارگانیسم انسان. سپر در کدام حالت ها سپر این دو نمود میشه، هم مادرزادی هم و غیر مادرزادی. مادرزادی سپر این ایمونیته آدم با چیزی سپر گفته، این مادرزادیش این هست که باشیری مادر علاقه در کودک هست این چیز و از این در برابر تولد علاقه در برابر تولد علاقه از چند نبود بیماری ها، از چند نبود حجره های غیر یا که دیگر چیزها این علاقه با ما از مادر به کودک میگذارد. غیر مادرزادیش باشد این بعد از اثر گذراندن بیماری ها یعنی بادها آنتیتیل ها پیدا می شود در ارگانیسم، یا که این هم غیر مادرزادی چی می شود؟ فعال غیر فعال می شود. فعال این چیزی که گفتیم بعضی بیماری ها غیر فعال باشد با واسطه گذراندن واکسینه ها، یعنی برای سونی علاقه سونی ما چونکه بیماری ها هستند که با واکسینه اداره شونده، یعنی که ما از علاقه از روز تولد کودک ما کودکان رو واکسیناسیون میکنیم. این هم یک راهی پروزور نمودن ایمونیتی انسان می باشد.
این بیماری با واکسینه اداره شونده علاقه کودک از روز 40 از روز یکمی تولد در خود تولدخانه میگیرن و در دوام حیات این و از روی جدولی که معین شده است از طرف وزارت تندرستی و تا با خود میگیرن. بله خب تشکر زیاد، سلامت باشید استاد. و در سال دومی من از شما پرسیدنی بودم که عموما سیستم ایمنی آدم از کدام سبب پست میشد و یا با تاثیر کدام عامل ها اون پست میشد و خب باعث آسیب پذیر شدن ارگانیسم میشد؟ سبب های آسیب پذیر شدن یا که پست شدن این سیستم یکی از یکم در بند اول این میستد غذای ناسالم. غذای ناسالم این علاقه یعنی که مثلا زمانی حاضر فست فود میگوییم در کوچه تیز آماده شوند در کوچه یا که در راه روان غذا میخورند این علاقه ارگانیسم آدم یک وقتی معین به خوردن چیست تو در کوچه راه روان خوردن چیست فکر و خیال در دیگر جا یعنی که ارگانیسم آدم اون خوراکایی که ما راه روان میخوریم و که خوراکای تیز تیار میگوییم فست فود این علاقه ارگانیسم دیگر خیلی قبول میفرماند. مثلا سونی باز یک چیز رو قید کردن که در غذای هر روزه نارسا بودنی غذاهای تر و تازه یعنی میوه ها بسیاری ها غذاهایی که از ویتامین ها و میوه ها محصولات های شیری که باید همه روز استعمال کنیم. باز چرا اینجا باید قید کرد که از حد بسیار بودنی کارهای جسمانی هم پس میکند ایمونیته را از طرف دیگرش رو گیریم از حد بسیار کار جسمانی که مشغول نشدن یعنی هیپوکاندری میگوییم تنبل شدن تنبل شدن و چیزی که در بسیار نوارهای تلویزیون یا که در اینترنت میبینیم میگویند که بسیار نشینید هنگامی که کارتون بسیار باشد یعنی که به حرکت کارهای به حرکت یعنی آفیس نی رابط میکنید کارهایی که در اداره کار میکنید از جای خیزید 10 مرتبه 6 تا خیزید از جایتون یا یگان دیگه کار کنید مشغول شوید. این هم یکی از سبب‌های پست شدنی ایمونیته میباشه. چیز دیگر این خواب ناراحت یعنی که در وقت ساعتش خواب نرفتن یا که بیخوابی این هم ایمونیته رو پست میکنند. باز یک چیزی که مثلا برای پس نمودن ایمونیته تاثیر خود را میرساند این عادت‌های ضررآور. یکی از عادت‌ها مثلا سیگار کشی می نوشی این هم عادت‌های ضررآور حساب میشه. بعد با از همه چیز اساسی که با ایمونیته تاثیر خود را میرساند این وضع اکولوژی محیط اطراف مثلا اگر یا که بلند شدنی مثلا حرارت بدن حرارت اطراف این همش برای پس شدنی ایمونیته آورده میرسونه. خب تشکر زیاد میگم. بینندگان عزیز خاطر رسانی میکنم که برنامه زندگی به کووید 19 تقدیم از استودیوی مرکزی تلویزیونی تنین است و خب حالا فرصتی آن رسیده است که با هم یک گزارش ویژه را که از جانب همکارانمان از شعبه اطلاعاتی و تحلیلی آماده شده است خب تماشا کنیم. بیاید با هم این گزارش را تماشا میکنیم، پس از آن برمیگردیم سری مسئله و با شما برنامه را دوام میدیم. متخصصان ساحه طب معین نمودند که شخصی ایمونیتش بلند میتواند همه گونه بیماری را حتی کرونا ویروس را به آسانی پسی سر کند. در زمان پاندمی این معلومات باعث بلند گردیدن نرخ محصولات های لازمه در تاجیکستان گردید. سیرویت یابی البته از ایمونیته ارگانیسم وابسته است. چقدر که ایمونیته بلند باشد و آب یافته باشد ارگانیسم آنها کمتر سیرویت مییابند. اساساً در ترکیب میوه و سبزیجات و گوشت و روغنی حیوانات ویتامین ها دیده می شوند. استعمال آنها نیز قاعده های خود را دارد. اگر آن رعایت نگردد می تواند به جای فایده ضرر برساند. شسته البته شسته با آبی جوش شسته چون ما گفتیم وقتی که کرونا ویروس می افتاد و با محصولات های خوراک افتیدنش میکنیم با پردمیت های اشیاء خانه افتیدنش میکنیم برای همین البته این تو تازه هر یک این میوه رو شستن در کار.
با جز استعمال خوراک‌های سرغذا هر فرد میتواند با ورزش مشغول شده 32% ایمنیته خود را بلند بردارد. خب عزیزان دیگر برنامه ما باز هم دوام دارد و در واقع استاد اینجا در گزارش نیز قید گردید که خب با تاثیر انیخترش از کدام راه ها با کدام شیوه ها سیستم ایمنی آدم بلند کرده می شود و اینجا یک سوال ویژه پیدا می شود. سوال دیگر در مورد آن که چرا خب کرونا ویروس که امروز جهان را به تهلکه افتاده است محض به سیستم ایمنی آدم تاثیر میکند، اثر میکند؟ این رو باید قید کرد که تا حالا از همون روز اولی که با طریق رسانه‌های خبری ما اویده این بیماری خبردار شدیم. بله. قریب که همه روزه یک نویگری نو پیدا میشه. بله معلومات ها عوض شده است آدم تا بعد مثلا باز یک چیز رو قید کردن که این بیماری نو است. بیماری نو که باشد علاقه ایمونیته این چیز رو همچون بیماری مثلا پیشتر بیماری مثلا زکام بود مثلا یا که مثلا فلج این بیماری رو از پیش بودن. این بیماری نو هست که ارگانیسم آدم ضد این بیماری یگان برای مبارزه بودن تیار نبود. این ادپتاسیون آماده نبود. برای این چیز آماده نبود. از همین سبب هم با بعضی ها خیلی میگن انا حاضر یک خبری آخری که من طریق رسانه‌های اینترنتی خوانده بودم این ویروس ارگانیسم انسان این ویروس رو همچون یک اگر مهمان بگیریم یک مهمان خودی یک چیزی شناس به خود قبول کرده است. بعد که این ارگانیسم آدم انسان این علاقه ویروس وارد شد خود رو همچون صاحب خانه حس میکند و صاحب خانه حس میکند و با اون شخصانی که بیماری‌های مزمن دارند یعنی که بیماری همراهی مزمن یا همراهی دارند یعنی که بیماری قند یا که مثلا فشار بلندی یا که بیماری‌های چه میگه سرطانی دارند و غیره ها دارند علاقه به همون جاها تاثیر خود رو میرسانند. اون وقتی که این ارگانیسم از این ویروس تازه میگرده علاقه ویروس کارش رو کرده بعد از ارگانیسم میبرد. اساسا فوتی که مثلا در تمام جهان میشه و در خود ما بخیر گرفته شده است فوت اساسا از بیماری هایی که مثلا همراه شده است. برای چی؟ برای اون که علاقه این ویروس کارش رو کرده برآمد. یعنی که وای بیماری هایی که چندین سال ها مثلا یا که وقت ها در ارگانیسم خروج گشته نبود خروج میگیرد. همه از همین سبب هم سیستم برای چی سیستم ایمونیتی آدم میگوییم اینا حالی تا آخر آموخته نشده است. تا آخر آموخته نشده است. یکی خبر میدن که یکم سیستمی راهوی نفس میگوییم پگاهش میگوییم که مثلا راهوی حوضی میگوییم. انا حوضی اگر گیریم اگر در تمام تحقیق کرده برآمدن عالمان قریب 80% بیماران همچون بیماری زکام مقرری پس سر کرده استودن لیکن یگان طبیب یگان پزشک نمیدونند که کدام آدم همین خیلی در همین نمود میگذارند این بیماری رو. هیچ کس گفته نمیتواند. انا این سبب های مثلا دشواری این ویروس هم این بیماری هم همین است. تشکر زیاد میگم استاد و در واقع بینندگان عزیز آن نفرانی که پس اکران ها ما رو تماشا میکنند بس هم شما میرسونیم که آنهایی که بیماری های مزمن دارند همراهی برای آنها این ویروس بیشتر خطرناکتر است چون با صوت هم قید کردند که علاقه اون بیماری که آنها دارند سیستم ایمنی آنها رو تا جای پست کرده است و ارگانیسم آدم برای با همین چیز مبارزه بودن تا جای قدرت خوبش نمیرسد نخترش. و استاد اینجا یک سوال دیگر است پس شوی سیستم ایمنی آدم چی خطرها به دنبال دارد؟ ما چیزی که از سرشیبی برنامه قید کرده بودیم ایمونیته چیست؟ این دیوار. بله. ایمونیته اگر که پس باشد دیوار علاقه یعنی که از بین رود یا که مثلا یا نااستوار شود دیوار علاقه نه بلکه ویروسی کرونا ویروس میگویم تمام بیماری ها دچار شدنش ممکن.
لیکن اون شخصی که مثلا بیماری مزمن دارند این از اول از طرف حکومت جمهوری از طرف تمام ساختارهای تندرستی جهانی نیز قید کردند که کودکان تا 5 ساله و شخصانی که سن سالشون از 55 60 بالا است خود را احتیاط کنند و این گفتنی نیست که آنها به این بیماری یا که مثلا تا 5 سال به بیماری گرفتار نمیشن، به بیماری گرفتار میشن. در آنها سیستم ایمونیتی آنها نااستوارند، پورا تشکل نیافتند. اما از همین سبب اون شخصانی که مثلا بیماری مزمن دارند علاقه ما چیزی که گفتیم این بیماری مزمن به خروج میگیرد از تاثیر همین بیماری. این بیماری کرونا ویروس چیزی که ما گفتیم اگر گویم یکم سیستم راههای نفس تاثیر میکنه، خواهیم نخواهیم همین چیز شده است. ما همه این چیز درک هم کردیم، تمام جهان علاقه اینا اعتراف هم کردن. نوابسته از این ما برای ایمونیته بلند کردن برای چیزی که در نوار هم دیدیم تربیت جسمانی، غذای سالم و البته به این قسمتی مسئله برمیگردیم. البته در قسمت دیگری برنامه به این مسئله برمیگردیم و اینجا یک سوال دیگر است. در اول شما یادآور هم شدید دو قشر جامعه بیشتر آسیب پذیر هم میفته. خب بغیر از اون که ما گفتیم آنهایی که بیماری های مزمن دارند نسبت به همین کرونا ویروس کووید 19 خب آسیب پذیرتر هستند. بغیر از نفرانی که بیماری مزمن دارند باز کدام قشرهای جامعه آسیب پذیر محسوب میشوند؟ شخصانی که سن سالشون از 65 70 زیاد است مثلا، چون که همیشه از تلویزیون و رادیو در همه جا هم آگاه کرده شدن که پدر و مادران را احتیاط کنید میگن. این البته همین و سن سالگی از مفهوم نشان داده است سن سالگی. تشکر زیاد. خب سلامت باشید دوستان، تشکر زیاد. و بینندگان عزیز برنامه ما باز هم ادامه دارد. بیایید حالا فرصت ما رسیده است که اینجا همکارانی ما در بین قشرهای گوناگون جامعه یک پرسش افکار انجام دادند. با هم بیایید نگاه میکنیم به نظر خود ساکنان. من برای ایمنیت خود را بلند کردن خوراکم را بهتر کردگی ویتامین ها استفاده میبرم، تر میوه سبزیجات ها رو بسیار استفاده میبرم، چسناک، لیمون، همش را خودم را احتیاط میکنم، ماسک میکنم، دستام سپیرت که تازه میکنم. غذاهای فایده مند برای ایمنیت خود برداشتن. Основной мехевай, лаблабу, мясной, мясной, экувавото. А куртуи вай кудан акор фойдинок барои организм. Хурокой вай, сер витамин, сер ғизо, основной меваҳо ҳамхе. Таблетку баш куртом. Давлат хӯрок хӯртом. Амин. از همه این نمودهایی که به ما لازم است اونها رو استعمال میکنیم و برای فرزندان ما هم برای همین ها استعمال کردن نمودهای ایمنیت بلند کردن رو استعمال کرده خود ما رو احتیاط میکنیم. برای ایمنیت خود ما بلند برشون خوراکایی که بسیار سبزیجات است همین خوراکی استعمال میکنیم. بعد بسیار از سبزیجاتی که با دست خودمون میکریم اما استعمال میکنیم. ماش میکنم، فروختی با ملتر میخورم برای خودم برای سلامتی. آشی پلاو، شوربا، ماهی، گوشت بریان، هر گونه چیزا، خورش ها، همین گونه چیزا رو تیار میکنم برای اهل عائله خود. هیچ استعمال نمیکنم. هر روز چیزی که گیاه ها استفاده میبریم. سیاه دانه روغنش میخوریم از وقتی که پاندمیه برای چی کردن ایمنیت بلند برداشتن. خوراک هایی که سیر گوشت هست، خانگی هست، از ما استفاده میبریم. ترمیوه همه نمودهای ترمیوه هایی که در تاجیکستان میسبزد همه آنها ایمنیت خود آدم رو بلند می‌نماید. حاضر وقتی ترمیوه شفتالو، زردالو، انگور، تربوز همه خیلی نموده ویتامین دار محصولات استعمال میکنیم.
дар воқеъ бинандагони азиз, нафароне ки ҳоло паси экранҳо моро тамошо карда истоданд, бояд аз худ суол кунанд ки дар давраи бемории ҳамагири COVID-19 шумо барои баланд бардоштани иммунитети худ чӣ кор карда истодед? Ва воқеан устод инҷо назарҳои гуногун дар ин пурсиши афкор бишнидем. Хуб, шумо ин назарҳои сокинонро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? Чӣ назар доред? Чӣ фикр доред дар ин бобат? اوی نظری که اون پوششی که از سوکینان کردید همینا گفتنم که در حقیقت با تربیت جسمانی در تربیت آبوتوبی بدن مشغول شدن در کار، خوراکی سالم خوردن در کار، از عادت هایی که مثلا ضررآور است، مثلا این چهره که گفتیم راههای نفس ضرر می‌بیند، از سیگار کشیدن دست کشیدن در کار، از می نوشی ضرر کردن در کار، گیگینی خوب، یعنی که چهره که گفتیم خوبی ناسالم هم این هم یکی از راههای پس شدن ایمونیته می باشد و اینجا باید قید کردن که این خوردن در کار و خوردن در کار میگه، لیکن پرخوری هم بله من هم از همین نگران شدم که شاید پرخوری هم باعث خوب پس شدن پرخوری هم ضرر زیاد دارد. اگر شخصا فکری من نگوید بعد از ساعت 6 بیگو عموما یکون چیزی وزنی خوردن در کار نیست. انا میوه همون وقت خورم. عموما یکون چیزی نازنه. بله، تشکر زیاد. سلامت باشید. و جو باز یک مسئله دیگر بود که بسیار می‌خواستم از شما پرسیده باشم. نفرانی که به بیماری کووید 19 گرفتار شدند یا که آنها احساس کردند که در آنها نشانه‌های همین بیماری هست و بعضا کسان با پزشک مراجعه نمی‌کنند یا که به مرکزهای بهداشتی نمی‌برند با استعمال داروهای گوناگون با توصیه این یا آن نفری که شاید سواد طبی ندارد با خود طبابت کنی مشغول میشن. خب استعمال داروهای ناآگاهانه استعمال داروها با سیستم ایمنی آدم چه تاثیر میکنه؟ خودمعالجه، من اینجا اومدیم رسیدیم خودمعالجه این بدترین کار است. در دوره پاندمی مخصوصا در دوره پاندمی و عموما تمام بیماری که مثلا خود رو اگر یعنی نشانه های بیماری رو حس کردن البته باید با دکتری طبی اولیوی یا که طبی منطقوی البته یا که برای یاری تجلی مراجعه کنند. خودمعالجه این راهی تماما نادرست بوده، این با عاقبت های خفناک میبرند، یعنی که البته آریزه ها پیدا میشن، بعد که آریزه ها پیدا شد تبابت اونجا دشوار میشود. اونجا اینجا چی گفتن که البته دکتر هم یاردن دادن نمیتونن. انا حاضر خیلی که گفتیم با چند راه این بیماری پیدا میشود، یعنی که از بی‌حالی یا که مثلا با یک چیز دیگر رو قید کردن اینجا لازم است که 40-45% اهالی عموما به یگان نشانه گذران ساختن این بیماری را نمیدونن که بیماران وقتی که تحلیل برای تحلیل نمونه از مولیشک از گلوله میسپرن از اون ویروس دریافت میشود، لیکن اون یگان نشانه نداره، خودشان حیران میشوند. انا همین خیلی بیمارانی که یگان نشانه ندارند و بی نشانه میگذارند از همه خطرناکترین گروه حساب می‌یابند. اینا چون که نمیدونن که خودشون بیمارند و به جای کار میروند، در کوچه میگردن، در بازارها میگردن، همین بیمار خطری بلندترین برای جمعیت همونو دارند. بله. خب تشکر زیاد شد و بینندگان عزیز و در واقع بنا به معلوماتی که سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد کرده است در سامانه رسمیش توجه کرونا ویروس در بعضی منطقه ها متاسیه شده شکل خود را یک اندازه دیگر کرده است و در این اواخر بعضی نفران در واقع به یگان نشانه بیماری را پس سر کرده ایستادند. از این لحاظ به شما توصیه میدهیم که اون توصیه هایی که سازمان جهانی تندرستی، وزارت بهداشت کشور و پزشکان به شما به سمع شما میرسانند، اختراش توصیه های بهداشتی رو، توصیه های گیگینی رو حتما رعایت کنید و خصوصا در دوره پاندمی. استاد اینجا یک سوال دیگر بود، چی راههای بلند برداشتن ایمونیته آدم موجود است؟ اینجا شما در قسمت دیگری برنامه خاصی در این بابت گوید، لیکن من اینجا مفقود گذاشتم این مسئله.
چیزی که علاقه ما قید کردیم ما فکر می‌کنم که خوب راحت وقت ساعتی خوب گم کردن در کار نیست. یعنی که همین ریجه‌ای که هر روز داشتیم باید برام نکنیم اون. مثلا همین نه کم از 8 ساعت باید آدمی کاملا خوب راحت. فعالیت ورزشی شاید اینجا بینندگان ما گوناگون فهمند. فعالیت ورزشی در ورزشگاه‌های مخصوص یا که در شرایط خانه دستان رو میجومن، پایان رو میجومن یا که مثلا در خانه حمام میکنن وقتی ساعتش که این هم یک فعالیت ورزشی داخل بشه داخل. بعد غذای درست چیزی که گفتیم ما با بینندگان کدام غذاها رو بغیر از میوه با کدام غذاها رو خوب باید استعمال کنیم برای بلند برداشتن سیستم ایمنی؟ اساساً این وقتی که بیمار میشن اونام علاقه غذای درست چی غذای فقط میوه این یکم میوه باید یکم باشد. چیزی که گفتم از خوراک‌های گوناگون شربت‌های گوناگون مثلا خوچ میگیم نه شیفونی شیفونی بینها در داخل خود ویتامین C بسیار دارد. ویتامین C چیزی که گفتیم بیماری راههای نفس بسیار تاثیر می‌ذارد. ویتامین C راههای نفس و بینها یک ویتامین مفیدترین نشان می‌دهد. و استاد اینجا در مورد خوراکایی که برای بلند برداشتن سیستم ایمنی آدم تاثیر میکنند اثر میکنند گفتید و واقعا پس از ظهور همین بیماری در دنیا بعضی از در شبکه‌های اجتماعی در عالم مجازی بعضی از آوازها هم پیدا شدند که خب از جمله سیرپیاز امبیر و دیگر نمود محصولات‌هایی که در خانه اکثریت هست برای خوب بلند برداشتن سیستم ایمنی و مبارزه با کووید 19 تاثیر خوب دارند. بیاید در رابطه با این مسئله یک روشنی می‌انداختید. من در طب خلقی و در محیط خانه باز هستند راه‌هایی که برای بلند برداشتن سیستم ایمنی آدم مساعدت می‌کنند. البته سیرپیاز یا که مثلا امبیر گفتید یا که لیمو این چیزا البته تاثیر خود را دارند لیکن نوبسته از اون که حاضر در تمام جهان این کرونا ویروس رفته است نوبسته از این ما باید اینو استعمال کنیم. یعنی اینو خاصیتی ضد ویروسی دارند در حقیقت لیکن در اینجا گفتن شده است که مثلا اینا خاصیتی ضد ویروسی برای همین ویروسی کووید 19 دارد ندارد اینو هیچ کس این دلیل یا تصدیق نشده است این دلیل لیکن در حقیقت ما مثلا اسپند میکنیم خانه با یا که مثلا دیگر گیاهای شفابخشی که در تاجیکستان پر است همین گیجو نگاه نکنید تمام گیاهایی که در تاجیکستان هست همه شفا بخشند. باید همش رو استفاده کنیم از فرصت استفاده بده. مثلا ما حاضر یک چیز نامش گرفتیم علاقه از استودیو بیرون میریم که درخواست آسمان میشه. بله من هم اصلا این بیم دارم. این از صاحب کاران نوانسافی صاحب کاران دلالت میکنن. برای چی؟ آخه بجای آن که در وقت دشوار بجای مردم و ارزان کرده فروختن و ارزان دادن یا در کنار خلق کردن در کنار خلق بودن اونها از وضعیت استفاده برده فکری جیب خود رو میکنن. بله. فکری فایده خود رو میکنن. این حقیقت مثلا اون گفتنی هم نبوده دوری هم بینه دورخانه چه نرخ‌ها برداشتن در از اول بعد اون که مثلا از طرف مقامات‌های دغدار از طرف حکومت ولایت جمهوری دخالت کردن این نرخ‌ها با معتدل شد یک جای خودمان این خیلی حالت‌ها بسیار بودن همه می‌داریم این چیزا. خب تشکر جون میگم استاد. بله از فرصت استفاده برده با تمام هموطنان مراجعه می‌کنم که حالی بیماری از ما دور نرفته است. در واقع این بیماری از ما دور نرفته است. ریجه نقابی رو یگان کس بیکار نکرده است. باید در کوچه ها در جای جمعیتی در نقلیات باید ما این ریجه رو رعایت کنیم. در مؤسسه ها مرکز های سودا یا دیگر جاها همون گذرگاه های بیزار کننده یا که آنتی سپتیک ها باید باشند.
در کدام حالت بینقاب گشتن ممکن است؟ در نقلیات خودت با خودت یا که عائلت باشی، البته یک بیگانه باشد البته باید نقاب داشته باشی، یا که در کوچه هم گشته باشی یک خودت بینقاب مرحمت یگون ضرری نداره این چیز، لیکن در جای جمعیتی البته 2 نفر 3 نفر باید با نقاب باشن. این نقاب چیزی که علمان هم میبینیم خودم هم از پیش میدانیم تا 80% البته ما رو از این نوبسته از این بیماری از تمام دیگر بیماری ها هم حفظ می‌نماید. نقاب رو باید یکم کی برویش گیرد و این باید بیمار گیرد. شخصی که خود رو بد حس میکنه باید نشانه‌هاش خودش دارد و لیکن بعضی ها نقاب نمیکنند یا که شرم میدونن یا که دیگر میکنن من نمیدونم، لیکن باید یکم بیمار نقاب کتی باید به کوچه برود، یکم کوچه نبرود، اگر بعدی که کوچه برود البته نقاب باید داشته باشد. امروز وضع نقلیات های مسافربری جمعیتی خودتون میبینید بینیات تشویش شده بازار عموما گفتن نمیشد، بازار رو خودتون میبینید. انا خیلی که قرار ستاد جمهوری برآمده بود توی ها رو با 100 نفر اجازه داده بودن، اما امروز با 30-40 نفر فرو آمد. بله. لیکن این گفتنی نیست که بعضی مردم 30-40 نفری گفته 3 روز 4 روز توی کرده شدن. این معلومات هم داریم. لیکن باید هر یک شخص انصاف خود وجدان داشته باید که این چون که این بیمار من خودی کشورهای همسایه کشورها ما میبینیم که در کدام حالت هستند. از کرانتین برآمدن، از کرانتین راه رو کشیدن. با دوباره موجی وجود البته موجی دوم اوج گرفتن، پس باز کرانتین رو برقرار کردن، یعنی که محدودیت ها رو در تمام سمت‌ها برقرار کردن. این رو به نوبت باید گیریم. بله. خب تشکر زیاد میگم استاد و در همینجا رسیدیم به فرجام برنامه. برای شما بار دیگر اظهار سپاس میکنیم که با اینجا بسیاری از مسئله های نوروشنی که دایر به موضوع مطرح گردیده بود روشنی انداختید. سلامت باشید و امیدواریم که با شما همکاری ما برای تامین سلامتی مردم باز هم ادامه می‌دهیم. تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، در واقع حالا کووید 19 در ما تماما محو نشده است، از بین نرفته است. خب مبارزه با این بیماری مسئولیت طلب میکند. باقی قضاوت از هر یک شما است. تنصیحت بمانید.